به بندگان من که اهل ایمانند بگو پیش از آن که روزی برسد که دیگر در آن داد و ستدی نباشد و هیچ پیوند دوستی به کار نیاید نماز بپادارند و از آنچه روزیشان کردیم در نهان و آشکار انفاق کنند. الله خدایی است که آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان بارانی فرستاد تا به وسیله آن میوه ها را به ثمر نشاند تا روزی شما شود و کشتی ها را زیر سلطه شما قرار داد تا به اذن خدا در دریاها به پیش روید و همچنین شما را بر رودها مسلط کرد و خورشید و ماه را که همواره در مدار خویشند در خدمت شما قرار داد همچنان که شب و روز را در اختیارتان گذاشته است و هرچه را خواستید خداوند در اختیارتان گذاشت. بدانید اگر بخواهید نعمتهای او را بشمارید هرگز نمیتوانید آمار آن را بگیرید. حقیقتا انسان نسبت به حق ظالم و ناسپاس است.